به درگاه خدا سپاس بگم و همچنین بانیانی که سبب خیر برای بنده و دوستان بنده شدن بی نهایت تشکر و سپاسگزاری داشته باشم که این فرصت رو مهیا کردن که من به شهر عشق و عاشقان و شهر علم و علما بیام، اون هم کشور تاجیکستان. خداوند به همه عزیزان و سروران که در رأس اونها پرزیدنت امام علی رحمان که در حقیقت سبب خیری برای بنده شدن و ما رو در کشور خودشون و در جمع بسیار صمیمی و دوست داشتنی مردم خوبشون لایق دونستن و این دعوتنامه رو فرستادن. ما هم خیلی خوشحال شدیم و از این بابت هم از دولت و هم از ملت خوب و دوست داشتنی تاجیکستان بی نهایت سپاسگزاریم و بهترین پاداشی که من میتونم به این عزیزان تقدیم بکنم این که بگم جزاکم الله خیرا. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. از خیلی وقت پیش نه از الان دوست داشتم که به این کشور سفر بکنم، اما تا اذن و اجازه پروردگار نباشه هیچ قدمی انسان نمیتونه برداره، چون صاحب توفیق خودشه و صاحب فضل خودشه و صاحب منت خودشه و این سفر ارزشی و ایمانی و خوب را جز فضل خدا چیزی دیگر نیست و جز دعای خیر شما عزیزان علاقمند به علم و علما چیز دیگر نیست. امیدوارم که این سفر سبب خیر و برکت برای بنده حقیر بشود و همچنین سبب خیر و برکت و افزایش دوستی و محبت بین ما و شما بشود و این اولین سفر و آخرین سفر نباشد، بلکه این افتتاحی باشد برای دیدارهای مکرر، اون هم به خاطر رضای خدا و دیدار برادران و خواهران شما هستید. خیلی خوشحالم که در کشور شما حضور دارم و اینجا رو کشور خودم میدونم و خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب شد که در این شبکه تلویزیونی خوب، اونم شبکه تلویزیونی بهارستان، که اطلاع پیدا کردم این شبکه مخصوص جواناست و خود ریاست جمهوری هم نظر خاصی بر این شبکه دارن و عنایت خاصی دارن و این بسیار حرکت ارزشمند و مفید هست که جوانا احساس بکنن رئیس جمهور در حق اونها پدری میکند و این فرصت به اونها داده که بیان در میدان و خودشونو محک بزنن. این که امام اعظم ابو حنیفه بوده رحمت الله علیه، ما مقلدشیم کافی نیست، این که شناخت نیست. امام اعظم کی بوده؟ چه شخصیتی بوده؟ وقتی من میگم 4000 معلم و استاد از تابعین داشته یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی علم با یک استاد و 2 استاد و 3 استاد نیست. من فکر میکنم این خدمت بزرگی است که رئیس جمهور شما به خصوصا نسل آینده که میخواد شما وقتی اقتدا میکنید و تقلید میکنید و پیروی میکنید از یک امام و پیشوای بزرگی، بدونید که اون که بوده و من میدونم که این تحول بزرگی در جامعه تاجیکستان ایجاد میکنه انتخاب این سال و نامگذاریش. من دوباره مطلع شدم قبل از اینکه این عزیزمون اینو بیان بکنه، این که سال آینده دوباره چه اعلام کردن رئیس جمهور عزیز شما که سال تکنولوژی است دیگه، علم و تکنولوژی، علم روز، و اینم خیلی حرکت حساب شده و ارزشی است
یعنی دین و دنیا در کنار هم دیگه. من هم تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این شبکه خوب و بینندگان خوب این برنامه. برای همه هم آرزوی موفقیت دارم. خدایا رو نگهدار شما.